در دایره سفر کاری به ناحیه دوستی، رئیس ولایت خطلان دولتعلی سعید از رفت چینیش پخته در خوجگی دهقانی به نام آسیمی بازدید نموده. با پختکاران ناحیه ملاقات آراسته در جمع‌آوری حاصل پخته شرکت ورزیدند. ناحیه دوستی در مقیاس ولایت خطلان یکی از ناحیه‌های پیشرفت پختکار به حساب می‌رود. امسال پختکاران ناحیه با مهنت صادقانه توانستند دورنمای پخته‌سپاری را پیش از مهلت اجرا نمایند. هنگام بازدید اطلاع داده شد که خوجگی دهقانی به نام آسیمی از خوجگی‌های پیشقدم پختکار ناحیه به شمار رفته دارای بیش از 12 گکتار زمین کشاورزی میباشد. در این خوجگی بیشتر پخته کشت گردیده با استفاده تخمی با صفت، رعایت تکنولوژی معاصر کشاورزی و تامین سریوقتی آبیاری و غذادهی زمین به دست آوردن حاصل فراوان تامین شده است. رئیس ولایت در صحبت با پختکاران اظهار داشتند که چنین نتیجه ها از زحمت صادقانه و مسئولیت بلند شهادت می‌دهند. هر یک پارچه زمین سرچشمه زندگی و پیشرفت ماست. اگر آن را درست استفاده بریم نه تنها دورنما اجرا می شود بلکه استحصالات زیاد می گردد و کشاورزان از این حساب درآمد خوب به دست می آورند. ابراز گردید که دستگیری خوجگی های پیشصف و گسترش تجربه دهقانان صاحب تجربه در رشد ساحه پختکاری اهمیت کلیدی داشته به تحکیم اقتصادیات ولایت و تامین کارخانه های نساجی و صنعتی با اشیاء خام مساعدت می کند. پختکاران خوجگی ابراز نمودند که من بعد نیز با حاصل باصفت و مهنت صادقانه برای اجرای دورنما و افزایش استحصالات ملی تلاش خواهند کرد. در ادامه سفر کاری، رئیس ولایت خطلان دولتعلی سعید از فعالیت کارخانه کارکرد پخته جمعیت دارای مسئولیت محدود یعقوب شمس‌دین بازدید نموده با فعالیت آن شناس گردید. ذکر شد که فعالیت منتظم چنین کارخانه ها برای افزایش ارزش ایلاوگی محصولات وطنی و تشکیل جایهای نوی کاری اهمیت کلان دارد. همزمان در اینجا رئیس ولایت در مراسم هوسمندگردانی خوجگی های دهقانی و پختکارانی که دورنمای پخته‌سپاری را اجرا کردند شرکت ورزیده به پیشصفان تحفه های رمزی تقدیم نمودند. ضمن ملاقات صمیمی با خوجگیداران و رئیسان جماعت ها رئیس ولایت دولتعلی سعید ضرورت استفاده ثمرناک هر یک پارچه زمین، تامین سریوقتی آبیاری و توسعه زمین ها را تاکید کرده هوسمندگردانی مهنت پختکاران را عامل مهم رشد استوار ساحه کشاورزی خواندند. پختکاران و راهبران خوجگی ها اظهار داشتند که با استفاده از دستگیری و غمخواری دولت و حکومت من بعد نیز برای افزایش استحصال پخته و بهتر نمودن صفت آن کوشش خواهند کرد.